سرخط خبرهای مهم. ثبت ایمیل نرخ تلفن‌ها در تاجیکستان بالا برده است. بازداشت مادر برای لاتوکوبی کودک و دادستانی کل تاجیکستان گفت اکبر احمدов زنده است. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 7 سپتامبر. ثبت حتمی ایمیل یا ایدنتیفیکاتور بین‌المللی تجهیزات موبیلی در تاجیکستان ارزش تلفن و پلنشت ها را بالا برده است. بعضی از ساکنان گفتند پس از خریدن تجهیزات نو از بانک دوشنبه سیتی آگاهی گرفتند که باید باج گمرکی و انداز از ارزش علاوه شده را سپارند. این به حساب میانه 15-20% نرخ تلفن را تشکیل می‌دهد. در نظام دولتی ثبت دستگاه‌های موبیلی گفتند که قید ایمیل وظیفه فروشندگان است. به گفته مسئولین این نهاد، اگر دستگاه موبیلی ثبت ایمیل را نگذارد، بعد از مهلتی تعیین شده امکان استفاده سیم کارت از بین می‌رود و صاحب تلفن نمی‌تواند از خدمات شرکت‌های موبیلی استفاده برد. ثبت ایمیل در تاجیکستان تابستان امسال حتمی شد تا این دم اختیاری بود. بعضی از متخصصان میگویند این اقدام برای یافتن دستگاه‌های گم شده یا ربوده شده مدد خواهد کرد. مقامات اقدام را به تامین امنیت و پیشگیری به قاچاق تلفن و پلنشت‌ها پیوند دادند. وزارت کار داخلی تاجیکستان از بازداشت زن خبر داد که طفل خود را لاتوکوب می‌کرده است. نوار لاتوکوبی این کودک از جانب مادرش روز 3 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی پهن شد و واکنش‌های تند کاربر آن را برانگیخت. با اطلاع منبع، این زن که از او خواهروی نورова ساکن 28 ساله ناحیه شهر توس نام برده می شود، از جانب کارمندان پلیس شعبه وزارت کار داخلی در ناحیه شهر توس دستگیر و به مقامات سپرده شد. وابسته به حالت مذکور مواد ضروری ترتیب داده شده موردی بررسی قرار دارد. جزئیات دیگری قضیه معلوم نیست. حادثه لاتوکوبی کودکان که مطابق قانون‌های تاجیکستان جنایت ارزیابی می شود نو نیست. دو روز قبل مقامات از بازداشت زنی خبر داد که ساکن 34 ساله دهه شوغرف ناحیه قبادیان گوزلخان بوریه و در نواری به شبکه‌های اجتماعی راه یافته پسراندر 10 سالش ابراهیم محمد رحیموف را لاتوکوب می‌کند. ضمناً سال 2021 در تاجیکستان بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده ایده زندانی گردیدند و دیگران جریمه پرداختند. سال نوبتی مهم از ساکنان و مهمان‌های پایتخت این دفعه این بود که به لاتوکوبی کودک از جانب والدین چی نظر دارند و به عقیده آنها چی سبب می شود که کودک را بزنند. یا به عقلی ای کودک کس یک کس دیگر گفتی گپا قاسم مصور ای ایسا میگیری گفتی هم یا مطلع است. چی کودک چی گناه داره که قاسه ای دیگر مثلا قاسی پدرش یا که ای فرزندش میگیره. گناه کرد پدرش داروی گناهش نکازاتش که بفهمونش که تمام خیلی گناه کرد یا که مثلا یک چیز. حکم دیدم مردکور هم دیدم که فرزند خیچه میزنه در یوتیوب دیدم. زنکش هم دیدم که فرزند خیچه میزنه. این مده محکوم نیستم این کار. منی زنای حضور مثال اندیشه‌شون دیگر خیلی فکر میکنم فرزند نزدم و کدام نسبت من شوهرم با دیگر فکرش نه این درست با فکر من خیلی مادرها را ای حقوق مادری چه رسیه داره حقوق میبره محروم کنن. ما به قدر فرزند برسه آدمو به نخون فرزند زوره یک تخته بزنن چه خیلی میشه تو کودک یک نیم ساله سالا را میخوام میزنی خیلی مادر را حقوق مادری محروم کنن. انا بعد به قدر فرزند میرسن به قدر زندگی تو برای یا شوهر شدی تو بخواست کودک هم خلق کن اما یگون چه شب کسال شب بمره تو چه وای هم انسان ای آدم ای طفل ای وای زن یک چیزی تیزی داره در حیاتش یک تیز میشود بعد کمتر پس صبر میکنه پشیمون میشه لوبوی آدم پشیمون میشه شاید وای جریمه کنه که شاید وای درسایی که مقصد فهموندگی کنه در کار مقصد خطا به 2 بار 3 بار اگه جریمه کردن ما میفهمم که حوز کمتر مشکله برای که حوز جریمه هم خیلی وزبی نکنه و 100 نمیشه است 1,500 زیاد میشه نه سرانو محروم کردن ایت نه واریانت مقصد یا اویلاوداش شوهرش مادرش اگر امکانیت داشته اکاش допустим اپوش کتی 6 تا همین مسئله کنه کار مقصد 1 بار 2 بار فهمونه 3 بار میگه میفهمونی که همین فرزندش شما ده مقصد نمیارزه چه مردکو چیان زنکو چی نیستند جا بسیار مردکو بینواتانه مردکو بینواتان ما خیال میکنم بعضی فکر میشه که بسیار ممکن این همچون قصاص باشد نسبت شوهر حالتی میشه که بسیار مادرها دشواری میبینه
حالت‌های میشه که مادرها در دشواری می‌بینند. حالت‌های هست که مثلا اون مادر به شوهر است. تنقیسی میکشد. او کودک چیزی میخواد. ای حالت هم شدنش ممکنه. یعنی زورش میآید. زورش می‌بینه. ساعت زندگی چه خیلی است. روزی هست داری روزی هست نداری. با همین حالت‌ها هر خیلی قضیه زندگی هم ماجرای پستی و بلندی داره با خودش. دستشو گرفتن در کار هم فرزندشون آخه. نباشه من دیدم گیرم اومده گیره کردم دیدم من همین چیزا دیدم در اینستاگرام. فرزند از مادر محروم کردن نمیشود آخه. بینندگان عزیز شما هم میتوانید زیر این برنامه نظر و پیشنهادهای خود را برایمان نویسید. دادستان کل تاجیکستان با نشر 2 ویدیو روز 6 سپتامبر اعلام کرد که اکبر احمدов یکی از گمانبران بهره بودن و کشتن بانکدار تاجیک شهرت اسمتاللویف زنده است. روز 3 سپتامبر رادیو آزادی با تکیه به 3 منبع از جمله نزدیکان اکبر احمدов خبر داده بود که اکبر احمدov در یک بازداشتگاه شهر دوشنبه به طور شبهه برانگیز فهمیده است. مسئولان دادستان کل روز چهارشنبه در اعلامیه خبری رادیو آزادی را تکذیب کردند. آنها در یوتیوب نواری شخصی را گذاشتند که گفته می شود اکبر احمدov است و او هم این را تصدیق می کند. و همچنین می گوید که با وکیل مدافع تامین است و صحت و سلامت در بازداشتگاه قرار دارد. شکایت ندارم، چند بار می شود که با پدر و مادر و عائله خود وا می خورم، افزوده است او. در نوار دیگر زن خود را مادر اکبر احمدov معرفی کرده از آن شکوه نموده است که خبر رادیو آزادی در 3 روز اخیر او و خویشانش را سخت نگران نموده است. رادیو آزادی از مادر اکبر احمدov و اهل خاندان او برای خبر اشتباهی بخشش می‌پرسد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 7 سپتامبر خبر می‌دهد. 7 سپتامبر سال 1992 نخستین رئیس جمهور منتخب مردمی رحمان نبیف زیر میل автомат‌های مخالفان مسلح عریضه استعفا نوشت. به جای او رئیس شورای عالی اکبرشاه اسکندرов اجرا کننده صلاحیت‌های رئیس جمهور شد. رحمان نبیف اپریل سال 1993 درگذشت و نزدیکانش اشاره کردند که مرگ او نه بر اثر سکته قلبی بلکه کشتار بود. تا حال اسرار مرگ او محفوظ میماند. 7 سپتامبر سال 2017 بانک ملی تاجیکستان به شهروندان این کشور فرستادن پول به شهروندان خارجی را منع کرد. بانک ملی گفت که این قرار از جمله با مبارزه با شستشوی پول و هم سرمایه گذاری تروریسم ربط می گیرد. این قرار در اوج کمبود اسعار خارجی در کشور قبول شد. 7 سپتامبر سال 1994 پرزیدنت تاجیکستان قانون درباره سرود ملی را امضا کرد که متنش را گلنظر کلدی نوشته. آهنگش از سلیمان یوداکوف مؤلف آهنگ گیمنی تاجیکستانی شوروی می باشد. سرود ملی را دولت از مقدسات ملی می نامد و هر صبح شاگردان مکتب‌های میانه با همین آهنگ شروع می شود. و بانک ملی قرب ارز خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. 1000 روبل روسی نسبت دیروز باز به اندازه 1 سومانی پایین رفته به 111 سومانی برابر شده است. 100 دلار به 1096 و 100 یورو به 1177 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، نوید بامدادی رو با آخرین خبرها تماشا کردید. مطلب‌های از این بیشتر رو در سامانه و صفحه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. خیر، خدا نگهبانتان.